من کارگر برای خودم تربیت کردم و راه کارش یافت برآمد رفتم من. این نرمال چی؟ این نرمال نه. چیبا من تو میفهمم. گوش کن باشم. تو پروستو دو تا چیز فهمیده نداری کو. یکم چیزی فهمیده کن. اگه همین کار کرده استی، اگر 20 سال پسام 20 سال بعد درآمدت همه کم میماند، زیاد نمیشه. فهمیدی؟ برای همون چیکار کردن کن. تو باید یاد گیری چه کماندا ساختن. تو کارگر گرفتی، کماندا نساختی. امید گفتگی گپش تماما دیگه. کارگر گرفتن دیگه، کماندا ساختن دیگه. تو کارگر کار بگرفتی، کمتر یاد دادی، بعد اساسو وای کار کمتر یاد گرفت، خیس برام برافت. چون که وای در دلی وای تو کماندا ساختن نتونستی. این دو تا راز نچیه. کماندا دیگه، کارگر گرفتن دیگه. просто تو به همون علم نرسیده است تو دست که چقدر کماندا ساختن. خاطرت باید امید چی گفت؟ من تمام همین اینترنت ها کافته 6 تا آموختم. چه خیلی کماندا ساختن، چه خیلی کردن، چه خیلی دلیگیروات کردن، یاد گرفتم. اول گفت کارگر میگرفتم 2 تا 3 تا و یا میشستن خودم گشته کار میکردم، او برات میکردن. گفت کوازه. چرا که من 6 تا نمیتونم. چرا 6 تا نمیتونم؟ چرا که دلش علم میکشد. و کارخانه‌اش است، علم میکشی. کار کنم به همین راهبر بنا خودتون راهبرت میبینید کارخانه با میبینید که یک گله کار است که کردن در کارگر میگه اینا بر اینا مون اینا گیر وای میکنن. شما نگوید وای خودش همون تصوراتش نمیگیرد، خودش همون کار نمیفهمد. برای همون گفت که من وقتی که این چیز فهمیدم یاشوا گرفته استا یاد دادم. نگاه کن تو وقتی که همون آدم میگیری یاد میتی تو کماندا ساز، کارگر نگی.